دو رقیب زمان سرسخت که نسبت به هم تندگویی می‌کردند با هم دست دادند. رسمی معمول در امریکا، جو بایدن دونالد ترامپ را به حضور پذیرفت و آنها درباره آینده گپ زدند. همه کاری که نیاز دارید انجام میدیم و امروز فرصتی صحبت درباره بعضی آنها را داریم. خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم. سیاست سخت است. در بسیار موارد دنیا جای خوبی نیست، اما امروز دنیا زیباست. خیلی سپاسگزارم. انتقال قدرت آرام پیش می رود. تا اندازه لازم آرام و هموار است و برای این از شما می ندارم جا. ترامپ چون پرزیدنت منتخب به کنگره نیز رفت و با وکیلان هم صحبت کرد. او بعد پیروزیش در انتخابات در پی تشکیل حکومت آینده است. پیشنهاد ایلان ماسک میلیاردر زاده آفریقای جنوبی همچون مسئول اداره تنظیم کار دولت و کاهش خراجات در امریکا خبرساز شد. ماسک و ویوک راماسوامی همراه راههای صرفه‌جویی پول دولت را پیدا خواهند کرد. تاریخ‌دانها میگویند که تغییرات اخیر در امریکا پیامی مهم دارد. این نکته مهم است که او زیر سایه شک و شبهه ها از قدرت کنار رفت، ولی انتخابات اخیر نشان داد که اکثر امریکایی ها بازگشت او را می‌خواستند. برای همین عملهای او، کارهایی که او انجام می‌دهد برای گروهی که نمایندگی می‌کند مهم است. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال 2025 به واشنگتن می رود و رسما به کارش آغاز می کند.